بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و اتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. حج و عمره را برای خدا تمام کنید. اگر محصور شدید یعنی بعد از احرام نسبت مانع نتوانستید حج بجا آرید، پس به وسیله هدیه که میسر شود خود را از احرام خارج سازید و تا هدیه به محل آن برسد سر خیش را نتراشید. اگر کسی از شما مریض باشد یا از ناحیه سر خود ناراحتی احساس کند یعنی که ناچار شود سر خود را بتراشد، پس برای جبران این عمل باید فدیه از قبیل روزه یا خیرات یا قربانی حیوانی ادا کند و چون ایمن شدید یعنی از حصار نجات یافتید، کسانی که حج و عمره را با تمتع ادا کردند آنچه از هدیه که برای ایشان میسر است ذبح کنند. کسی که توان آن را نداشت تا هدیه ذبح کند 30 روز را در حج و 7 روز را چون به خانه های خود برگشتید روزه بگیرید که این مجموعاً 10 روز کامل می شود. این حکم برای کسی است که خانواده او در حوزه مسجد الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است.